فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده‌ای در رابطه با افطار پرسیدن، شمارهشون 27 که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ترتیب اولویت با چه چیزهای افطار می‌نمودند؟ سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که در ماه مبارک رمضان یا در روزهایی را که روزه می‌گرفتن با خرمای تازه افطار می‌کردند. اگر خرمای تازه بود و تازه به اصطلاح جدید بود با اون افطار می‌کرد و اگر نبود با خرمایی که خوش بوده مانده بوده با اون افطار می‌کرد. این خرمایی که مال سالهای قبل بوده و در غیر این صورت با آب افطار می‌کردند. این تسلسل و به اصطلاح ترتیبش به این گونه بوده. اول با خرمای تازه، اگر خرمای تازه نبود خرمای به اصطلاح گذشته که مونده و در غیر این صورت با آب افطار می‌کردند. روش و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.